سلام دوباره. توی این ویدیو میخوایم در مورد لیوریج صحبت بکنیم. توی ویدیو قبلی در مورد اینکه یه آپشنی وجود داره توی بازار که شما میتونید علاوه بر پولی که خودتون به صورت واقعی دارید، به صورت ریل واریز کردید، یه مبلغی تا 500 برابر تا 1000 برابر از اون رو به عنوان اعتبار بپذیرید. یعنی بهتون کارگزاری بهتون این اعتبار رو میده برای معامله کردن. خب و توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم که اصلا این اعتباره یعنی چی. من چجوری میشه که من پول من که مثلا 500 دلاره 100 دلاره میتونم به اندازه 20000 دلار 500,000 دلار معامله بکنم؟ این آیا خوبه بده؟ چجوری باید ازش استفاده کنم؟ اصلا اگه استفاده کنم چه خطرایی داره؟ چه پارامترهای مثبتی برای من داره؟ و همه اینا رو الان میخوایم توی این ویدیو بررسی کنیم با هم تا اون مفهوم اصلی لیوریج رو کامل درک بکنید. چون معمولا تازه‌کارها توی مباحث خیلی پایه‌ای مثل دونستن لیوریج و چجوری حد ضرر بذارن و این مواردی که خب بالاخره پایه‌ای هست باید انجام بدن و توی اونو مقدار ریپ میزنن و برای اینکه راه بیفتن نیاز هست که مثال‌های زیادی براشون زده بشه. ببین مثلا این لیوریجی که داریم میگیم یعنی چی؟ مثلا کجا استفادهش کنیم و چه آپشنایی برای ما میتونه داشته باشه و چه از اون مهمتر چه خطرایی میتونه برای ما داشته باشه. خب بریم جلوتر. ما میدونیم که اگر یه حساب 100 دلاری داشته باشیم، یعنی اون اکانتی که ما باز کردیم برای معامله کردن 100 دلار پول واقعی ریختیم به حسابمون. حالا اگر لیوریج یا اعتبار یا ضریب ما 200 باشه که قابل تنظیمه، یعنی شما میتونی خودتون موقع افتتاح حساب تنظیم بکنی که این لیوریج 1 باشه، 10 باشه، 500 باشه، 1000 باشه، 200 باشه، اصلا هیچ محدودیتی روش نیست که شما میخوای لیوریج رو چند بذاری. فرض میگیریم که مثلا شما لیوریج رو گذاشتی 200 و با یه حساب 100 دلاری هم شروع کردی به کار. این کارگزاری به شما تا عدد 20,000 دلار اعتبار برای معامله کردن میده. خب و برای اینکه بدونید این اعتبار یعنی چی نیاز هست که بدونید مفهوم لاتج چیه. حالا تا به اون برسیم یه مثال کوچیک میذارم در مورد لیوریج تا اون قصد و نیت کار دستتون بیاد. خب اگر بخوایم یه معامله رو با سرمایه بدون لیوریج انجام بدیم، یعنی یه سرمایه که فقط با خالص پولمون رو میخوایم درگیر بکنیم، فرض بگیریم روی ارز USD CAD میخوایم از قیمت 1.1350، این قیمتیه که شما توی بوردتون میبینید از ارزش قیمت دلار آمریکا به دلار کانادا. مثلا هر روز دارید این عدد داره تغییر میکنه. حالا فرض میگیریم که امروز قیمت روی 1.1350 بوده و تا آخر روز قیمت رسیده و شما معامله خرید انجام دادی و قیمت رسیده به 1.1420. خب ما اگر در نظر بگیریم که موجودی حساب شما تنها 200 دلار بوده و در طول روز حدوداً 50 واحد تغییرات داشتیم. چرا؟ چون اگه بیایم 1.14 رو تقسیم بر یعنی منهای 1.1350 بکنیم حدود 50 واحد تغییرات داشتیم. این 50 واحد تغییرات اگر بیایم این رو ضرب بکنیم در کل اون اکانتی که داریم، یعنی 200 دلار داشتیم و با کل 200 دلارمون رفتیم USD CAD خریدیم، از قیمت 1350 رسیده به 1400 یه جورایی و عملا 50 واحد تغییرات داشتیم. اگر این 50 واحد تغییرات ضرب در 200 دلار ما بشه، تنها 1 دلار عملا برای ما سود ساخته شده. یعنی ما اومدیم 200 دلار از اکانت خودمون رو عملا درگیر کردیم و وقتی که این اتفاق میفته شما اجازه هیچ معامله دیگه ای نداری، چون کل پول درگیر یک معامله است. و اگر این معامله بره تو سود و ضرر، خب اگه بره تو سود توی این 50 واحد 1 دلار سود میکردی، اگر هم 50 واحد میرفت توی ضرر شما 1 دلار ضرر میکردی. خب بریم ببینیم آیا اگر این معامله رو با یک حساب بزرگترین، با یک حسابی که لیوریج داره انجام میدادیم چه اتفاقی میافتاد. اگر دوباره همون USD CAD رو توی همین قیمت خریداری بکنیم و این قیمت تا
عدد قبلی بره و بدونیم که موجودیمون 200 دلاره، اما این دفعه لورج 200 داریم، یعنی 200 برابر سرمایه‌مون رو میتونیم درگیر بکنیم، یعنی اعتبار برای معامله کردن ما 40,000 دلاره. و بیایم با کل این عدد ما بخوایم وارد معامله بشیم، چه اتفاقی میفته؟ اگر این اعداد رو از همدیگه کم بکنیم دوباره به همون عدد 50 میرسیم و اگر این عدد 50 رو این دفعه ضرب در 40,000 دلار، یعنی کل اعتباری که به ما داده شده بکنیم، چیزی حدود 200 دلار برای ما سود میسازه. خب یعنی ما 200 دلار کلا پول داشتیم، کل حساب واقعی پولمون بود، اما چون به ما اعتبار داده با 40,000 دلار وارد این معامله شدیم، یعنی با کل اعتبارمون وارد این معامله شدیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ الان ما 200 دلار سود کردیم. حالا یه نکته اینجا وجود داره، اگر ما ضرر میکردیم چی؟ ببینید اگر شما 50 واحد هم میرفتید توی ضرر، 200 دلار ضرر میکردید. این دفعه 200 دلاری که چون 200 دلار شما سود واقعی کردی، اگر ضرر هم میکردی از پول واقعیت کم میشد، از اعتبارت کم نمیشه که اعتباری که به شما دادن به عنوان یک اهرم که شما میتونید ازش استفاده بکنید، یه جورایی شمشیر دولبه است. ببینید شما اگه 200 دلار اینجا سود به دست بیاری، میتونستی 200 دلار هم کلا از بین بره، یعنی از پول واقعیت از بین بره و شما از بازار پرچی بیرون. به خاطر همون ما هیچ وقت، تاکید میکنم هیچ وقت، از کل اعتبارمون استفاده نمیکنیم، چون به شدت خطرناکه و باعث میشه که ما ضررهای بزرگی ببینیم. حالا اگر بگیریم که موجودی ما تو حالت اول از 200 دلار رسید به 201 دلار و توی حالت دوم از 200 دلار رسید به 400 دلار، اگر ریسک به ریواردمون 1:2 بود و ما ضرر میکردیم، یعنی چی؟ یعنی اگر همین 50 ریسک به ریوارد 1:1 تو اینجا نیاز نیست گیج نشید، یه مقدار منظور از ریسک به ریوارد 1:1 اینه که همون 50 پیپی که سود کردیم، همون 50 پیپ هم ضرر میکردیم، احتمالش وجود داشته دیگه، چون ما حد ضررمون همینقدر بوده، یه جورایی ریسک به ریوارد 1:1 بوده. حالا این دفعه اگر ضرر میکردیم توی حالت اول، تنها 1 دلار ضرر میکردیم، یعنی قیمت پول، یعنی اکانت واقعی ما میشد 199 دلار، اما این موجودی حساب ما میشد 0، چون با کل پولمون وارد شدیم. به خاطر همین به هیچ عنوان در هیچ معامله بیشتر از 2% از کل سرمایه رو درگیر نمی‌کنیم. یعنی چی؟ اینه که بخوایم با یه اکانت 200 دلاری معامله بکنیم، تنها 4 دلارش رو درگیر می‌کنیم. یعنی اگه یه زمانی بخواد ضرری بکنه، تنها 4 دلار اون توی خطر باشه، نه 200 دلار کل اکانت ما. و اینجا هم مثلا گفتیم که در این مثال بیشترین ریسک قابل قبول 4 دلاره. خب من بازم تا اینجا ویدیو، اگر کسی لورج رو میدونست، نیازی نیست ادامه ویدیو رو ببینه و میتونه به ویدیو بعدی بره، چون من باز هم میخوام در مورد لورج صحبت بکنم، چون احتمال زیاد نیاز هست که با توجه به گذشته دانشجوها میدونم که بچه‌ها نیاز به بیشتر حرف زدن دارن در این مورد. خب با هم میریم روی اکسل یه ذره صحبت بکنیم روی اکسل. خب شما فرض کنید که یه اکانت 500 دلاری باز کردید یا 1000 دلاری. این چیه؟ این مقدار پول واقعی شماست. یعنی شما 1000 دلار پول واریز کردی به اکانتتون. حالا اگر لورج شما 500 باشه، یعنی تا 500 برابر کل اکانتتون میتونید شما معامله انجام بدید. و اگر من اینو ضرب در این بکنم، چیزی بالغ بر 500,000 دلار شما اعتبار برای معامله کردن دارید. ببینید اعتبار برای معامله کردن، نه پول واقعی که فکر کنید اون پول حالا قرار مال شما باشه نیست. خب حالا اگر بیاید از کل این 500,000 تا استفاده بکنید، احتمال اینکه این پول واقعیتون از دست بره خیلی زیاده. چرا؟ چون عملا با پول خیلی بزرگی وارد معامله شدید و این باعث میشه که شما ضررهای خیلی بزرگی هم بکنید. به همین دلیل ما هیچ وقت بیشتر از یه مقداری که بخواد این مقدار از پول منو درگیر بکنه ریسک نمی کنیم. برای این موضوع نیاز هست که شما رو با چند تا مفهوم آشنا بکنم. الان یه مفهوم لاتیجه و یک مفهوم پیپه و تغییرات واحد در بازارهای مالی. اینو باید توی ویدیوی دیگه میخواستم آماده بکنم، ولی خب به نظرم خیلی بهتره که الان اینا رو با هم اینجا بهتون بگم که اصلا لاتیج چیه و چجوری هم ازش استفاده میشه. ببینید
ما توی بازار مالی مثلا بورس ایران چه شکلیه؟ میگیم ما میریم 1000 سهم میخریم، 1000 سهم رو میخریم، به هر یک به ارزش مثلا 25 40 یه همچین چیزی. وقتی این کارو میکنیم عملا حالا این ضرب در این یه مقداری ما درگیر شده پولمون. ولی خب اینجا یه فرق داره توی بازار مالی ما. چه شکلیه؟ ما اینجا رو میگیم هر لات یه استاندارده، این چیز قراردادیه و همیشه هم همینطوری هست. البته روی شاخص‌های بعضی چیزا فرق میکنه، ولی روی ارزها دارم صحبت میکنم در مورد شما، در مورد این موضوع. هر لات، وقتی میگن هر یک لات برابر است با 100,000 دلار، میگم 1,000,000 دلار شد. آره، ببینید هر یک لات برابر است با 100,000 دلار. یه قراردادیه که ما بین خودمون میذاریم و توی نرم افزار هم اگر براتون باز بکنم حالا توی تمرین این ویدیو، چون قرار تمرین هم بکنیم همین دیتا که قراره بهتون اینجا بگم رو میریم عملا تمرین میکنیم که ببینیم مثلا این یعنی چی، اینا که این حرفا که اینجا به مورد تئوری گفت چجوری تو واقعیت قراره باشون کار بکنیم. خب ببینید وقتی ما میگیم یک لات اجازه معامله کردن دارید، یعنی توی اون نرم افزاری که شما دارید معامله میکنین یک گزینه‌ای داره که میتونی حجم معاملات، یعنی همون لات اجازه معاملات رو مشخص بکنی. حالا اگر این حجم رو شما بذاری روی یک، یعنی به اندازه 100,000 دلار از اعتبارت استفاده کردی. یعنی اگر بیای اینو بذاری روی یک، انگار 100,000 دلار خریدی و میخوای باش معامله بکنی. یعنی توی اون مثال که اینجا زدیم انگار این مقدار انگار 100,000 دلار بوده. خب و اگر اینجا 100,000 دلار می بود، عدد خیلی بزرگ میشد، حدودا میشد فکر کنم 100 و 200 و 450 دلار و اصلا اجازه بهمون نمیداد که اون مقدار ضرر رو متحمل بشیم. چرا؟ چون وقتی که اکانت برسه به منفی 200 اتوماتیک شما از بازار پرت میشی بیرون و اصلا اجازه ضرر بیشتر بهت نمیده. خب برگردیم به اکسلمون. خب حالا وقتی که تو بازار میگیم شما به اندازه یک لات معامله کردی، یعنی اینکه 100,000 دلار درگیر کردی. حالا اگه این بشه 5 لات یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بذار من یه عدد ضرب بذارم بین این و این، اینجا مساوی است با این ضرب در 100,000 دلار، یعنی 500,000 دلار شما از اعتبارات استفاده کردی، از کل اعتبارات استفاده کردی. این یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه حساب 1000 دلاری داشتی با اگر لورج رو تنظیم کرده بودی روی 500، یعنی 500,000 دلار به شما اعتبار برای معامله کردن میداد و شما میتونستی بری روی معامله‌ای، روی داستانی 5 لات معامله کنی، یعنی به اندازه 500,000 دلار معامله بکنی. خب اما هیچ وقت ما این کار رو نمی کنیم. چرا؟ چون اگر شما 5 لات معامله بکنی به ازای هر واحد تغییرات حدود 50 دلار سود یا ضرر میکنی. خب پس میگی این یه قرارداد با هم میذاریم، هر یک لات معامله کردن 10 دلار میتونه برای من سود و ضرر به دست، یعنی به وجود بیاره. هر یک لات معامله profit and loss و این هم تغییرات. ببینید اگر شما یک لات معامله بکنی و تنها یک واحد تغییرات بکنی، ببینید توی این مثال ما 50 واحد تغییرات داشتیم، به هر واحد تغییرات میگیم پیپ، که حالا من توی ویدیوی مفاهیم تمام مفهوم پیپ، مفهوم لورج، مفهوم لات و دوباره در موردش صحبت میکنم توی این ویدیو. من چون خیلی میخوام تکرار بکنم توی ویدیوها، چون مفهومی که خب دوست دارم همون اول شما اینو کامل یاد بگیرید، چون خیلی حرفای مهم‌تر داریم بریم با هم بزنیم. این مفاهیم رو سریع یاد بگیرید که کار بکنید که بریم درسای خیلی مهم داریم، خیلی کارهای مهم‌تر داریم، زیاد رو اینا ریپ نزنیم. واسه همون خیلی میخوام تکرارشون بکنم. ببینید اگر شما یک لات معامله بکنید 10 دلار سود کردید به ازای هر واحد تغییرات. حالا اگر این 50 واحد رو اینجا سود می‌کردید، یعنی این 50 واحد رو میرفتید سود می‌کردید، چقدر میشد؟ 500 دلار سود کرده بودید، سود یا ضرر کرده بودید. خب حالا اگر این 5 لات با 5 لات وارد شده بودید، چون 5 لات وارد شدید به ازای هر واحد تغییرات شما 50 دلار سود و ضرر می‌کنید. حالا چون 50 واحد تغییر کرده بود، حدوداً
$2500 سود یا ضرر میکردید توی اون مثال. یعنی توی این مثال اگر شما مقدار پولتون $1000 بود و لیورجتون روی 500 بود و اعتبارتون هم $500,000 بود، می اومدید با تمام $500,000 این معامله رو انجام میدادید و این معامله ضرب در $500,000 میشد، چیزی حدود $2500 به شما سود میداد. خب و نکته که وجود داره، ببینید اینجا موجودی $1000 بوده دیگه. وقتی که ضرر شما نزدیک بشه به $1000 معامله شما بسته میشه، اصلا اجازه نمیده که شما بیشتر از اون ضرر بکنید. پس به هیچ عنوان ما بیش از یه مقداری که توانایی داشته باشه اکانتمون معامله نمی کنیم. یعنی اگر بخوایم روی حساب $1000 معامله بکنیم، معمولا بیشتر از 1/10 از لاتیجشون استفاده نمیکنن، یعنی 1/10 لات نمیزنن. اگر شما 1/10 لات بزنید معاملتون رو، تنها $1 سود یا ضرر میکنید به ازای هر واحد تغییرات. یعنی اگه 1/10 بزنید یه واحد تغییر بکنه بره تو سود معامله شما، $1 سود کردی. حالا اگه 10 واحد تغییرات بکنه $10 سود کردی. و این لاتیج از 100 هست تا 50 لات، معمولا توی بورکرها تا 50 لات هم ارائه میدن و این آزادی شما تو استفاده کردن ازش. ولی ما معمولا خودمون رو محدود میکنیم با قوانین مدیریت سرمایه که تو بحث مدیریت سرمایه خیلی در مورد اینا حرف میزنیم. فعلا توی مرحله آشنایی هستیم ما با لورج و اعتباری که کارگزاری به ما میده. توی این ویدیو قصد داشتم که بیشتر یه مفهوم اولیه رو یاد بگیریم. توی ویدیوهای بعدی و توی ویدیوهایی که حالا با هم قرار تمرین بکنیم قطعا بیشتر براتون جا میفته. فعلا این کل ماجرا بود که ما یه اعتباری به ما میده کارگزاری که ما میتونیم از اون اعتبار استفاده بکنیم، اما همیشه مدیریت شده از اون استفاده میکنیم و هیچ وقت نمیذاریم ضررهامون به یه حدی از مثلا 2% از کل اکانت ما بیشتر بشه. مثلا توی این مثال اگر ما قرار بود ضرر بکنیم، چون 2% بیشتر قرار نیست ضرر بکنیم، تنها اجازه داشتیم که $20 ضرر بکنیم. یعنی اگر معامله من قرار بره توی ضرر، من تنها اجازه داشتم که $20 ضرر بکنم. خب پس اگر بخوام مدیریت بکنم باید با حجم پایینتری وارد معامله بشم، نه با 1 لات، نه با چند لات، مثلا باید با 500 وارد معامله بشم که من نحوه محاسبه اینا رو توی تمرینات قشنگ توی یک فرمول بهتون نشون میدم که چجوری باید فرمولش رو محاسبه بکنید. بعد از اینکه حالا 5 تا 10 تا معامله روی حساب دمو بزنید، قشنگ دستتون راه میفته. اصلا اینا شبیه مرثیه خوندن این حرفا که من دارم الان میزنم. 2-3 تا معامله دمو بزنید قشنگ متوجه میشید که هر یه واحد تغییرات چقدر سود و ضرر میبره شما رو و اونجوری راحت دستتون بهتر راه میفته. تا من صبح بشینم یه جوری آیین‌نامه به شما بگم، بهتره که برید روی حساب دمو چند تا معامله بزنید، راحت یاد میگیرید این اتفاقاتو. فقط بچه یه نکته بعد تکمیل کنم که من چند دقیقه قبل بهتون گفتم که هر $100,000 برابر است با 1 لات و اگه 1 لات بزنید $10 به ازای هر واحد تغییرات سود و ضرر میکنید. یه دقیقه برگردیم یه چیزی که من تکمیلش بکنم روی متا تریدر براتون. ببینید وقتی این اتفاق برای شما میفته که ارزش هر واحد تغییرات توی اون ارز یا توی اون شاخص، اوه چه صدای بدی داد، برابر باشه با ببخشید من صداش کم کنم، $10. یعنی به چه صورت؟ ببینید من یه اندیکاتوری به شما میدم. وقتی این اندیکاتور رو رام بکنید، محاسبهش برای اینکه چون اول کار درگیر محاسبات این سه مسخره نمیخوام بکنمتون، ببینید خلاصه کلام وقتی که این توی این پیپ ولیو نوشته بود $10 به ازای هر $100,000 یعنی 1 لات، یعنی تغییرات یک واحد یک پیپ این $10 به شما سود و ضرر میده. مثلا USD کد این شکلی نیست. خب خلاصه کلامش این شکلیه فرمولش. ببینید USD وقتی ارز اوله، خب مقدار $10 اون $10 ارزش پیپ تقسیم بر مقدار واحد این میشه، مقدار ولیوه که الان وجود داره میشه. خب این الان اگه من ماشین حساب بیارم، ببینید الان اگه $10 رو تقسیم بر 1.3281 بکنیم میشه در همین. ببینید این عدد ببینید رون کرده به سمت بالا شده 7.5. خب حالا اگه این بره بالا پایین تغییراتی داشته باشه، این هم تغییراتی تو ارزش چند دهمیش وجود داره. پس وقتی ارز اول
USD هست، اون $10 رو تقسیم بر مقدار ارزش این سمت میکنید و میگن مثلا یورو USD یورو اوله و این ببینید مقدارش 10 ثابت. خب حالا مثلا رو شاخص داو $10 به ازای هر واحد تغییرات، هر آخرین واحد تغییرات این. مثلا اینجا میگه به ازای آخرین پیپ تغییرات، مثلا روی طلا میگه اگه این آخریه، این عدد آخریه تغییر بکنه تو یه لات معامله کرده باشی من $1 سود و ضرر بهتون میدم. واسه همین نیازی به این فرمولا نیست، من بتونید اندیکاتور رو تو پکیج میدم و اینو ران میکنید. نحوه اد کردن اندیکاتورم بهتون گفتم که چه شکلیه. فقط خواستم تاکید بکنم که توی هر شاخصی قرار نیست این عدد ثابت باشه به ازای هر یک لات مثلا $10 گیرتون میاد. این حتما باید تو بحث قوانین مدیریت سرمایه من اینو کاملتر توضیحش میدم، یه جدولی براتون درست میکنم توی اونجا. اگه برید همین الان ویدیو مانی منیجمنت رو ببینید، تو اونجا یه جدولی داره توی ویدیو دوم فکر کنم که اونجا ارزش هر پیپ هم توی قوانین مدیریت سرمایه رعایت کردیم. الان اصلا نترسید بچه‌ها، اگه یه مقدار دارید گیج میشید اصلا نترسید، چون وقتی میایم با این عدد بخوایم ور بریم یه مقدار داستان میشه. شما برو 2 تا معامله دمو روی این بزن، حساب کار دستت میاد. یعنی اصلا نیازی به این حرفا که من زدم هم نبود، ولی خواستم فقط بهتون تاکید بکنم که این ارزش به ازای هر کدوم از اینها میتونه متفاوت باشه و توی مدیریت سرمایه باید لحاظ بشه که نحوه لحاظ کردنش من یاد دادم بهتون توی مدیریت سرمایه. شما همین مسیر رو آروم بگیر برو جلو، همین سمتی که داری میری در مورد لورج رو ادامه بده. همین دیگه. مواظب خودتون باشید. قربان شما. خدا نگهدار.